در ناحیه وسه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 در دایره کارهای سازندگی تیره‌های کهنه صنفخانه‌ها با تیره‌های نوی پلاستیکی عوض کرده میشوند. رهبریت مؤسسه اطلاع دادند که مکتب به عوض نمودن تیره‌ها نیاز داشت، زیرا که تیره‌ها کهنه و فرسوده شده بودند و با اندک وزش شمال در تیرما و زمستان ضرورت پیش می آمد که آنها را تیز تیز تعمیر نمایند. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان طبق دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکتمان محترم امامعلی رحمان ختم کردگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه وسه اقدام گرفتند که در و تیره‌های مؤسسه را پورا از نوسازی نمایند. کارهای آبادانی در این سمت با مرام ادامه دارد. تدبیر مذکور در دوره کارهای سازندگی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد شعبه معارف ناحیه و دستگیری شخصان سخاوتمند دهه ختم کنندگان همین مؤسسه تعلیمی عملی می‌گردد. باعث خرسندی خوانندگان و ساکنان دهه توگرک است که با پیشنهاد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و دستگیری حکومت جمهوری نزد این مکتب این بنای نوی تعلیمی دوشانه عبارت از 12 صنفخانه مورد استفاده قرار داده شد. نسل نورس آینده جامعه است. هر یک دستاوردی که طالب علمان از آزمون‌های سطح جمهوری می‌آورند از این ما والدین افتخار می‌کنیم و ما همیشه آماده هستیم در پهلوی آموزگاران باشیم. در دایره کارهای سازندگی با مقصد دستگیری مؤسسه‌های تعلیمی مثل دهه توگرک ساکنان دهه پختکور در دهات به نام خدای رجبوف برای تامین بخطری رفت و آمد کودکان به مکتب در شفت شاهراه و ساختمان راه پیاده‌گر شروع کردند. تا این وقت راه پیاده‌گر تا مکتب نبود و کودکان توسط راه نقلیات ماشینگر تا مکتب می‌رفتند و از این والدان و خوانندگان دائما در خواطر بودند. قریب 30 سال بود دهه ما با مکتب پیاده راه نداشت. حاضر ما 1.5 کیلومتر راه را با حشر دست جمعانه هر روز با گروه‌های همشهریایی که داریم اومده در همینجا چی میکنیم محنت کردم و همین راه را آباد کرده شدم. همین مبلغ دست جمعانه بود. ضرورت در همین راه برای آن بود که تا کنون 8 نفر ساکنان همین دهه از دست داده بودیم در همین راه. اقدام‌های سازنده طریق اشر در ماه می در قطار ساکنان دهه توگرک و دهه پختکور همچنین در دهه جاورز دهاتی به نام عبد عوض به قید گرفته شد. در این دهه با جلب جوانان و دیگر ساکنان دهه با مقصد در حالت خوب نگاه داشتن وضع اپیدمیولوژی جویبارها از پرتاب‌ها تازه کرده شدند. وطن هم دهه هم عبود کردیم، همین دهه هم با هم عبودی وطن است. یک گوشه وطن است البته. مقصد یگانه همین عبود کردن وطن، همین مصلحت‌های پیشوای ملت که انا اتفاق باشین دهه خطون عبود کنین با همین یگان کس دیگه نشوین. همین روحیه خطی مپایوسته برآمده محنت میکنن جوانای همین دهه. با دستگیری شخصان سخاوتمند دهه مثل این پایگاه یکچند پایگاه‌های آبکشی ساخته شده توسط جویبارها آب پالوزی جاری گردیدند که این از یک طرف قطعه‌های زمین‌های نزد حملگی را با آب پالوزی تامین نموده، از دیگر جانب در هوای گرم فصل گرما محیط زیست محل را تازه و سلقین نگاه می‌دارد. جوانان دهه جاورز در پیش اقدام ماندند که دهه خود را و در گلگوشفان میکنند. برای همه کار دهه جاورز جوانان دهه جاورز سیر کوشش میکنند. کارهای سازندگی در این دهه با پیشنهاد جماعت دهات و جلب ساکنان وطن دوست من بعد هم ادامه بیابند. قید نمودن رئیس محله طبق نقشه کمیته محله آنها مقصد دارند که در آینده در ساختمان انشاءات نو بنیاد مکتب زمانوی در دهه جاورز سهمی ارزنده گذارند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.